همه جان پوچکم دست. ابراهیم حسنوف پدری کوچکترین قربانی مناقشه مرزی حالا در بیمارخانه بستری است. احمد جان حسنوف 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند، اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند. من یانس کاره بستادم. هر دموی زدم قرغزم. ماشین همه کفوندم. در اون جنده ویله ها ما بودم. همه ما. خواه ویله های ما زنده موندم. حتی فرزندم ما. سونه عدنی ماشین. من سراز زدم همونو. فهمیدم که من عدنی ماشین خودم. رفتم. هفته تگی ماست با گریخته. ویله ها ما گرفته تگی ماست بودم. تگی ماستن 6 ساعت استادیم. که همه دیگرش رو گرفته سونه همه افیسیرهای خودمون سعادتو گرفته اون پلیسه بوده. چندی از جبریدگان مناقشه مرزی میگویند نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساساً به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضاقولوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شوراب اسوره سالهاست که برای کار میآید. او نیز در این حادثه زخم برداشته است. ما را زدن، ما یراق نداشتیم، یگون چی نداشتیم که ما را خانه ها ما را زدن، تو خانه ها ما زدن که درونی زباد بغلطید، پایانی زباد بزدن، نزدیک کوه بزدن. ما مجبور شدیم که برویم. ما همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم دستی هم من 2 تیر خوردم، با اسکولکه خوردم، پراندن ما گرجدنس که بودیم. در چندین بیمارخانه ولایت سوخت نظامیان جراحت برداشته نیز حالا طبابت میگیرند. آنها میگویند اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیراقانشان کشته شدند. ولی ما روز تقریبا ساعت 5 سحر بود. انا تریوگا دادن که انا از طرف همسایه با اهالی نشین حمله کردیستند. از طرف همسایه ما با همراهمو شیشتیم، اما ماشین با کماز بود. شیشته راده حرکت کردیم در چورقشلاق. در چورقشلاقی در این حالت از طرف سرحدبانان همسایه با کماز ما حمله کردند. با تمام نمود یراق‌هایی که او باید در سرحد استفاده برده نشود و یا استفاده بردند. متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد. 8 نفر رنگ شد. ما دازدم بعد ما اتوی دادیم، ما خط سرحد خودمون نگاه کردیم که دشمن با ما حمله نکنه. ما نگاه کردیم دشمن ما حمله کنه. بعد تیریم 20 میلیون قدی زدم خیلی رنگ گرفتم. تقریبا ساعت 5 نیم با 6 بود که طرف دولت همسایه مقصد تداوز جمهوری قرقیزستان مقصد اولین درجه و مقصد تشخیص سر کردن جنگ رو. ما مقصد چیزی رو نمیخواستیم. ما مقصد اولین درجه با یراق‌های گروهی مقصد مینامیات RPG و اسنایپر مقصد با ماشین‌های جنگی شو اول با جنگ سر کردن. ما برای محافظت مردم وطن خودمون مقصد قرار داشتیم. رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا این دم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روز جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی، اسفره.